بسم الله الرحمن الرحیم. این مراسم که به اسفندگان یا اسفندی معروف است، مربوط میشه به آب و اجداد روستای پندر و همچنین در روستای مجاور ما روستای چاهوک شهر نیر برگزار میشه و مراسم خیرات، مورات، روزه و دید و بازدید تمامی اهالی روستا هست. تو این روز هر کسی از سراسر ایران، هر پندری که میتونه خودش رو به اینجا میرسونه و تا بعد از ادامه داره. در خدمت یکی از اهالی ساکن روستای پندر هستیم. از ایشون میخوایم که در مورد مراسم اسفندی توضیح بدم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اسفندی روزیه که همه مردم پندر از هر نقطه ایران باشن جمع میشن، چه اقوام خویشان همه میان اینجا و خیرات میکنن. اسفندی یکی از روزهای خاص چند روستای اینجا چاوک، پندر، نیر. شاید این مراسم هر جای دیگه برگزار میشد این جمعیت نمی اومدن اینجا، چون به دلیلی که خیلی از این دوستان به خاطر مرده هاشون خیرات میدن و میان اینجا جمع میشن، دوره هم همدیگر رو میبینن. امروز 25 اسفند ملتیه که اینجا تو روستا بهش میگن روز اسفندی. واسه اموات رفتگانشون خیرات میکنن، بچه ها اینجا خوراکی جمع میکنن، شاد میشن، کیسه هاشو پر خوراکی میکنن. امروز روز اسفنده، قرآن میخونن، روزه میخونن. مراسم خاصی در پندر اجرا میشه، از قدیم تا الان بوده. مردم در این روز خیرات میکنن، شکلات اینا جمع میکنن. روز اسفندی ما این چیز جمع کنیم. مردم اومدن اینجا سر خاک و قبر مردشون. میم سرمدار اسفندی جمع کنیم، خیرات میکنیم. این رسم هم از قدیم تا حالا مونده و ایشالله که ادامه پیدا کنه. آیین باستانی است که مردم جمع میشن دور هم دیگه، هم زیارت اهل قبور، هم زیارت دوستان. بهتر روزه برای کل مردم، از قدیم در ایام تا الان این رسم و رسومات بوده. روز اسفندیه روز بزرگ داشته مردگان، اومدیم واسه خیرات مردگانم. میام سر مزار برای خیرات مردگان. از دورای خیلی قدیم که برمیگرده به زرتشتی. این مراسم مال حدوداً دوره ساسانی به یاد بوده سرداران سپاه ساسانی رفتن جای جنگ و وقت شهید شدن. اینا را آوردن یه جایی خاک کردن، بعد اومدن چیکار کردن اینجور روزی را که روز زنده شدن زمین هم هست. امروز روز اسفندیه که مردم میان اینجا خیرات سر قبر مردگاشون بکنن، به دیداری تازه کنن و برن. مردم میان رو مزار برای خیرات برای رفتگانشون و این سنت خیلی خوبیه، خیلی هم عالی. دستش حمید آقام درد نکنه. هرچی میاد که میاد سر خاک امواتش پخش میکنه. سر مزار و سور و گو حل با اونا خیرات میکنن. ما 62 سالمونه، ما تا یاد میدیم این سنت و این رسم بوده و هست. روز اسفند اومدیم سر مزار خیرات برای مردگان. هر کسی هم هرچی داره میاره خیرات میکنه که بالاخره برای امواتشون باشه. خیلی هم روز شادمانیه، همه بچه ها بارسا شاد هستن. انشالله که هم تا همینجور شاد باشن. روز اول اسفند رایتی مردم پندر میان برای خیرات و مبرات برای امواتشون. خیرات میکنن، فاتحه میخونن بر مرداشون. هر که هرچی داره میاره بخش میکنه. روز 25 بهمن است که معروفه به روز اسفندی ملتی که مردم برای اموات خودشون خیرات میکنن. از قدیم الایام بوده که فکر میکنم فقط تو همین پندر، چاوک، نیر انجام میشه. مردم جمع میشن برای امواتشون خیرات میکنن. امروز اسفنده که اومدن برای خیراتشون مردم. به مرحله پایانی این مراسم رسیدیم با یکی دیگر از مدیرای کانال پندر که در مورد این صحبت بکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تقدیر و تشکر دارم از همه عزیزانی که از راه دور و نزدیک توی مراسم شرکت کردن و همچنین تقدیر و تشکر ویژه از شورا و دهیاری که مراسم رو پوشش دادن، برای ناهار تدارک دیدن و خیلی از مراسمات رو زمان بندی کردن. بعد از مدیرای کانال، از 4-5 مدیرای کانال که خیلی زحمت کشیدن تو این چند روز، خصوصا تو پویش عکسای درگذشتگان که خیلی زحمت کشیدن، همت کردن، همچنین مردمی که عکس‌ها رو برای ما فرستیدن، تشکر و تقدیر دارم. و نهایتاً ما توی این روز نتیجه‌ای که میخوام از این روز بگیریم اینه که همبستگی، همت و همراهی مردم رو میبینید الان توی این روز. با اینکه هوا سرد
دیدوبازی دایی خیلی خوبی بود. کسایی را دیدیم که شاید تو طول سالها نمیدیدیم و امیدوارم که این همبستگی همیشه ادامه داشته باشه و همگی انشالله سالهای سال زنده باشیم و این مراسم رو هر سال برگزار کنیم. موفق و مؤید باشید. امیدوارم که همگی پیروز و سلامت باشید. انشالله سال دیگه پرشورتر. دستتون در نکنه. در کنار دهیار محترم روستای پندر هستیم. به عنوان حسن ختام مراسم میخوایم از ایشون بخوایم که در مورد اسفندی توضیح بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 25 بهمن و روز اول اسفند ملتی است که اهالی روستای پندر طبق سنت دیرینه که دارن همه میان سر مزار روستا و برای اموات گذشتگانشون، کسانی که سالهای قبل بین ما بودن و الان اسیر خاکن و نیستن، خیرات میکنن و یاد و خاطر اونا را گرامی میدارن. شاید در آینده هم آیندگان ما یاد و خاطر ما را گرامی بدارن و امیدواریم که کسایی که از راه دور و نزدیک اومدن اینجا بهشون خوش گذشته باشه و تقدیر و تشکر دارم از همه عزیزانی که تشریف بردن و همچنین خیرینی که برای مراسم نهار امروز زحمت کشیدن و کمک کردن، شورای عزیز که خیلی تلاش کردن و همچنین مدیران کانال که چند روز واقعا وقت گذاشتن و زحمت کشیدن و این مراسم را امروز هم پوشش خیلی خوبی دادن. ممنون از همتون. ممنون و متشکرم از شما.